یه بوق بزن. بس آقا نزن. دقایق پشت سر شما هستم، هر کاری دلت خواست میکنی. برای من تعریف کن آقا کاری نکردن یعنی چه؟ از زیر ماشین جرقه می اومد بیرون، تای ماشینت بالا پایین یعنی چی؟ این کارا چیه؟ نظم یک شهر ریختی به هم دیگه شما برادر من. یکم فقط بودیم خوشگذرانی فقط همین. یکم یعنی چی؟ مگر یه جای خوشگذرانی خیابان جای امنیت و آرامش هستش؟ پلاک من روی ماشین مشاهده نمیکنم. برای زیبایی خواب پلاک برای زیبایی نیست، پلاک برای شناسایی خودرو هستش. نمایشگاهه. الان من طرف نمایشگاه شما رو گرفتم، من الان تو سطح معابر شما رو گرفتم. تو راه بود دیگه، الان داشتم میرفتم خدا ببرم ماشین بزنم نمایشگاه. با این وضعیت داشتی میرفتی؟ سبقت از راست، حرکات مارپیچ، انواع اقسام تخلفات، بالا پایین، آلودگی صوتی، اون جرقه. تشریف بیار عزیز من. یه گاز بده. گاز بده آقا جان. این صدای فابریکه. این روغن سوزی افتاده، شیشه دودی، اصلا داخل ماشین من چسبیدم هیچ چیزی دیده نمیشه. خانواده سوار میشه فلان نمیشه. شما داری میفرمایی که خانواده توش نشسته. کجای قانون به شما این اختیار رو داده که شما بیای اینطور شیشه دودی برای خودروتون نصب کنید؟ حق دارین. بخوای به دودی فقط جریمه داره دیگه. این سیستم بالا پایین داری میدی، تغییر وضعیت. این عشق، این 100 میلیون این ماشین خرج کردم که اینجوری بشه. آقای جناب بالا پایینش کن. نکن جناب. بالا پایینش کن. بفرمایید آقا جان. همون کاری که الان تو جاده می‌کردی، یک لحظه پشت سرعتگیر وایساده بودی، تصاویرت هست. بده بالا ماشینته. این بالاتر نمیره. بده پایین کامل. بعد اونجوری که میگی بده پایین آقا، بده پایین. بس نکن آقا. خب این کدام قانون به شما این اجازه رو داده؟ خب همیشه که اینجوری نیست. معابر شهر فابریک جلو رو بده پایین. برای خوشگذرانی بود همین، وگرنه مگر خیابان، مگر معابر، مگر جاده اصلی جای خوشگذرانی امثالی مثل شما هست؟ جوانیه دیگه. بعضی موقع خب بده بالا آقا جان. اون حرکت چی بود که یک دفعه خودروی شما خوابید کف جاده؟ یهو خوابید. تصویر شما هست. ماشین خود ما بهش میگن تخلیه موشکی. چطوریه؟ یه بار اجرا کن ما ببینیم. بفرما آقا جان. بفرما آقا جان. انجام بده ببینم چی بود. شما برای این ماشین پول ندادی؟ ماشین الان 1 میلیارد پولشه، ولی خب فقط 100 میلیون 200 میلیون خرج کردم این کارا رو کردن. الان همون 100 میلیون 200 میلیون خرج کردی که آرامش جامعه رو برهم بزنی. این واسه زیباییه، واسه عشقی که بهش دارم. دوست عزیز، زیبایی شما، عشق شما، حال شما قرار نیستش که یک جامعه رو به چالش بکشی.